گفتم تا حالا پوشیدی؟ گفتم نه. گفت شما بپوش. کتونی نمیپوشی دیگه بعدش. خانم آقایون، من اومدم. سلام به ولاگ آنباکسینگ خریدای عید خوش اومدین. من موهامو صاف کردم برای اولین بار بعد از 3-4 سال و آخرین بار قطعا، چون احساس میکنم یعنی جلو این احساس میکنم یه خانم دیگه وایستاده. اصلا غریبم با این قیافه. برنامه امروز از این قراره که من رفته بودم قشم و اصلا بچه ها تایم خرید نداشتم، ولی چون شنیده بودم بازار قشم خیلی خفنه 1-2 روز رفتم برای خرید و خریدای عالی، خریدای فوق‌العاده، قیمت‌ها عالی. قراره امروز خریدام بهتون نشون بدم و قیمتاشون هم بهتون بگم. حتما قشم برین چون خیلی قشنگه. من تحت تاثیرشم از اون روز که رفتم برگشتم. و خرید اگه دارین بذارین برای قشم. همه چی از همه جا فکر میکنم حتی از نصف قیمت هم پایین تر باشه. خیلی خوشگل، خیلی زیبا. از ما به شما گفتم بود. قبل از اینکه بریم خریدایی که کردم بهتون نشون بدم، یه خواهش کوچولو. ولاگ قشم من اگه میخواید ببینید که برید توی صفحه من، اونجا هستش. و اینکه اگه ویدیوی من دوست دارین حتما لایک کنید، کامنت بذارین. این توی دیده شدن من خیلی کمک میکنه. و سابسکرایب کنین، اون زنگوله رو بزنین. خوشحالم. لباس همیشه منو خوشحال میکنه در هر سطح، در هر جایگاهی، در هر کار. اصلا لباس دورمه حال من خوب میشه. به خاطر اینکه من کلا رشته دانشگاهی من طراحی لباس بوده و خیلی با لباس ابسسم. با لباس اصلا لباس مثلا هر کیو میبینم اولین چیزی که برام مهمه لباسیه که پوشیده. نمیدونم، شاید اخلاق بدی باشه، ولی به هر حال من میگم لباس آدم خیلی چیزا رو میتونه به آدمای دیگه بگه. آره حتما میتونه این کار بکنه. من کلا عاشق لباسم. یعنی هیچ چیزی تو این دنیا به اندازه لباس و رو تختی منو خوشحال نمیکنه. یعنی هر کی میخواد به من کادو بده، یا برام اگه میخواد خیلی خوشحال بشم، یا برام لباس بخره یا رو تختی. این دوتا اصلا روح منو جلا میده. چیزی که هست توی لباس ها دسته‌بندی کیف و کفش، قلبم، کیف و کفش واقعا فیوریتمه. اصلا بهش هم فکر میکنم. همیشه آرزوم اینه که قفسه خیلی بزرگ داشته باشم، یه پارتیشن داشته باشم توش پر از کیف و کفش های رنگی رنگی باشه. شروع میکنیم از دسته فیوریت. اینو ببینین، شما ببین قشنگی رو ببین. برندش زارا خیلی خوشگله. اصلا تو پا انقدر قشنگه. میبینید؟ اینو من 3 تومن گرفتم. این کیفیه که باهاش ست گرفتم. این هیچ برند خاصی نیست، فقط چون خیلی ازش خوش آمد گرفتم. با کفشم هم خیلی ست بود. بچه ها، این قسمتی که میخوام بهتون معرفی کنم زخمی بود که به خودم زدم. من همیشه از اولین روزی که کراکس مد شد و روانه بازار شد، با این با این دم، نمیدونم واقعا باید بهش چی بگم، با این موجود مخالف بودم، چون احساس میکردم دمپاییه. یعنی خب واقعا هم دمپاییه. بعد اینجوری بودم که وای مثلا یکی به دمپایی چقدر باید پول بده، خیلیه. تا اینکه رفتم قشم و اونجا برای خودم میخواستم دمپایی بخرم و کتونی. اونجا رفتم با آقای فروشنده گفتم که من کراکس میخوام، قیمتش اینا رو پرسیدم. بعد گفت 2 خورده، دقیقش رو یادم نیست، 2500 بود فکر میکنم کراکسه. گفتم که آخه من میخوام کتونی بگیرم، 2500 برای این خیلی زیاده، یه جنس ارزون تر پیشنهاد کن. گفتم تا حالا پوشیدی؟ گفتم نه. گفت شما بپوش. کتونی نمیپوشی دیگه بعدش. بچه ها اینقدر این راحته که خیلی ممنونم از سازندش، ممنونم از کسایی که مد کردن کراکسو و من واقعا اشتباه میکردم. این دمپایی نیست. من اینو پوشیدم بچه ها، خیلی راحته.
یعنی واقعا اگه آدمی هستید که کفشای راحت دوست دارین و مثل من خیلی اهل کتونی نیستین، پیشنهادم به شما اینه که پول بدید بهش، زیر بار برین. من خودم زیر بار نمیرفتم واقعا، ولی آخرش دیگه وقتی پوشیدم دیدم چه نعمتی و این همه سال از دست دادم و کش میشه دلار چنج میشه تومان. خوشگلم چسبوندم اینجا. احساس میکنم زخمی که به خودم تو این خرید زدم این بود. اینو میبینید؟ این گوگولی رو میبینید؟ این کیف کراکسه. هیچ احتیاجی نبود من اینو بگیرم، یعنی میتونستم کارم جور دیگه ای را بندازم، ولی واقعا نازه، یعنی وقتی با هم دیگه میپوشیشون اداییه، خیلی اداییه. من کراکس رو 2 خورده گرفتم، ولی تا اونجایی که اطلاع دارم توی تهران مثلا 4 خورده اینطور است و اورجینال کراکس من خیلی راحته. بچه‌ها این خرید عید من نیست، یعنی من اینو برای خودم نخریدم. خب اینو ببینید چقدر نازه، خوشگله. اینو مادر بزرگ من از کربلا برام آورده. عباه از قشنگیش نمیدونم چجوری باید بهتون بگم که چقدر این خوشگله توی تن و من عاشق عباام. نمیدونم قیمتش چنده، ولی فکر میکنم باید به پول ما 3-4 تومن باشه. لباس بعدی که میخوام بهتون نشون بدم اینه. دیتیلش رو میتونید ببینید، گلای برجستشو. من این شلوار رو گرفتم باهاش ست کنم. یه شلوالی بگ مدل شلوار دامنیه، دامن شلواریه. آره من این شلوار رو فکر میکنم 1,300 گرفتم و فکر میکنم 600 خورده 700 گرفتم. قیمت ها رو الان چون یه تایم طولانی گذشته یادم نمیاد. ولی بریم سراغ خرید گوگولی. ببینید من عاشق این شلواره شدم در نگاه اول. آینه کاریا رو ببین چقدر خوشگله، وایب جنوبی خیلی باحال، مثلا وایب کنار دریا میده کلا. اینو من از جزیره هنگام گرفتم، فکر میکنم قیمتش 900 تومن بود. برای اون شلواری که الان بهتون نشون دادم این شومیزو گرفتم، فکر میکنم 300 خورده ای گرفتم، 330-40 تومن گرفتم. دامن خیلی گوگوله، خیلی ناز. اینم فکر میکنم 500 خورده ای گرفتم. سراغ خرید بعدی قشنگ ترین شلوار مشکی که یه دختر میتونه توی کمدش داشته باشه برای فصل بهار و تابستون، فکر میکنم همینه. خوشگله دخترا، خوشگله. قیمتش هم اینم 1,300 بود. ادامه این برنامه رو میریم با شال. جنساشون هم که فکر میکنم لازم نیست دیگه بگم که چقدر فوق‌العاده است. این شالرم برای همون عبایی که بهتون نشون دادم گرفتم. این شالم گرفتم برای همون شلوار آینه کاریه. هوا گرمشه زخمی میکنم همه رو. لازم بگم جنساشون چقدر فوق‌العاده است. این خوشگله و با اون شروالیه و شومیز سفید و شروالی و شومیز سفید اصلا خود کاره. یکم که اون ماسک زامبی بود که خریدم از قشم و یه دونم ریدل شات بود، اون کرم ریدل شات. ولاگی که ماسک زامبی هم گذاشتم توی کانال هست، برید ببینید که تموم شد. همینا بود. ادایی ترین خریدم این بود. اگه تا اینجا ویدیو من دیدین خیلی ممنونم ازتون. دوباره میگم لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. من به حمایت شما احتیاج دارم که کانالم دیده بشه. سابسکرایب کردن شما، لایک کردن شما خیلی به دیده شدن من کمک میکنه. ممنونم از بودنتون. دوستتون دارم. بای بای.
مامو صاف کردم. تغییری در من احساس میکنیم. اینجا کانال ماهیکت. آروم بگیر کوکی. برای با هم دیگه دوست بشیم، حرف بزنیم. عزیزای من چیه؟ گزینه بعدی که مد نظرمه بهتون اعلام کنم. مسخره بازی زیاد. خنک خانم آقایون خنکه. انگار مثلا دارم میفروشم بهتون، خریدام بهتون نشون بدم. سیسلاتی. این که بریم خریدا رو دست. اگه تا اینجای ویدیوی من، اگه تا الان